بعضی ما و شما را به سبب آمدن انشاءالله خوشبخت کرده است. اما وای به حال شخصیت هایی که رمضان آمد و بدبخت شدن بعد از رمضان. تا رمضان بدبخت نبودن، بعد رمضان بدبخت شدن. چی رنگ؟ چون که از لحظه های استفاده نبودن، از ساعت ها. جعل الله صیامه فریضة و قیام لیله تطوعا. روزهای رمضان برای ما فرض بودن، اما بعضی مؤمن و مسلمانی بود که روزه نمیگرفت، نه عذر داشت، یگون کمبودی نداشت، اما از خدا نترسیده آشکارانه چه بدبخت کرد، خار کرد، ذلیل کرد، جهنمی کرد، از رحمت خداوند محروم کردند. جعل الله صیامه فریضة. خداوند روزه گرفتن این روزهای ما برای ما فرض، حتمی، ضروری گردانده بود. و قیام لیله تطوعا. باید شبهای رمضان ما به خواب نه، و قیام لیل، و چخ بودن در نماز، روپرو بودن با پروردگار، براز و نیاز خداوند میگذراندیم شباشب. برادرای عزیز بزرگوار، حرکت داشته باشیم که اون چیزی که 2-3 روز دیگر از رمضان مونده است، حدی اقل شب‌های یا شب زنده داری کنیم، حرکت داشته باشیم که به سبب رمضان خودمون از جمله بدبختان و از جمله خوشبختان بگردانیم.